سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید. البته میدونم که همه ما در این روزها احساسات سنگینی داریم تجربه میکنیم، ولی امیدوارم که باز قلباتون آروم باشه و بتونید به همه اون چیزایی که اتفاق میفته و خارج از کنترلتون هست اعتماد کنید و قلباتون آروم باشه. خب من امروز یه لایوی که امروز دارم و موضوعی که میخوام راجع به صحبت کنم در واقع در امتداد هدف این کاری که هست که میکنم، پیجم هست و اینکه ما بتونیم بیشتر و بیشتر انرژی شفا رو در جسم و ذهنمون تقویت کنیم. خب خیلی عزیزان هستن که درگیر بیماری‌های مزمن هستن و من بارها راجع به اینکه چطور ما میتونیم انرژی شفا رو در بدنمون تقویت کنیم صحبت کردم و این لایو امروز هم میتونه برای این عزیزان بسیار مؤثر باشه. نه فقط برای این عزیزان، برای همه میتونه مؤثر باشه، برای اینکه خیلی نکات مهمی رو میخوام درباره سلامتی و شفا راجع به صحبت کنم و عزیزان در واقع ازتون میخوام که با دقت به مطالب این لایو گوش بدید و قراره با هم یک مدیتیشن، در واقع یک تمرینی هست که در حالت مدیتیشن انجام میدیم برای اینکه بتونیم این انرژی رو در وجودمون تقویت کنیم. خب عزیزان، دیگه همه ما با استرس آشنا هستیم، مخصوصا ما ایرانی ها که تو این فضای ملتهب زندگی کردیم و همش خبرهایی میشنویم، چیزهایی رو تجربه میکنیم، شکل‌های مختلف. هممون شاید خیلی بیشتر از آدمای دیگه تو جای دیگه دنیا با استرس آشنا باشیم و چیزی که در واقع اتفاق میفته به دنبال استرس اینه که ما اون تراماهایی که تجربه میکنیم، اون استرس های محیطی که تجربه میکنیم، اون تجربه هایی که در زندگی داریم و استرس ها هستند، ما این استرس ها رو در بافت های بدنمون، در سلول های بدنمون، در اعضای بدنمون میتونیم اینا رو در واقع ذخیره کنیم و اینها که میتونن در طولانی مدت، در دراز مدت تبدیل به بیماری بشن در ما. خب قبل از اینکه حالا وارد بحثمون بشیم، میخوام به همه عزیزانی که وارد لایو شدید و سلام کردید سلام عرض کنم و امیدوارم که همتون قلباتون آروم باشه. عزیزان خوشحالم که در لایو امروز هستید. سلام به روی ماهتون همگی. لایو امروز سیو میشه، مطالبش مهم هست و لطفاً با کسانی که فکر میکنید از این لایو بتونن مطالبش استفاده کنن به اشتراک بذارید. ازتون میخوام که حالا وقتی که به مطالب این لایو گوش کردید، اولش یه صحبتی میکنم، بعد برای مدیتیشن آماده بشید که بتونیم مدیتیشن تمرینمون رو در واقع در حالت مدیتیشن با هم انجام بدیم که بتونیم این انرژی رو در وجودمون تقویت کنیم. خب حالا اول بهتون بگم که من لازم نیست واقعا برای شما انواع اقسام مقالات علمی رو بیام اینجا براتون بذارم یا نشون بدم که ثابت کنم که استرس میتونه بر بدن ما تاثیرات مخرب بذاره، که ثابت کنم که استرس میتونه رو مغز ما چه تاثیراتی بذاره، ساختار مغز ما، رو دستگاه گوارش ما، روی در واقع قلب ما، رو بافت‌های بدن ما، اینکه استرس چه تاثیراتی میتونه بذاره. اینو دیگه شما یه گوگل سرچ کنید، انواع اقسام مقاله ها میاد و میتونید ببینید از لحاظ علمی که استرس میتونه با بدن ما چیکار کنه. حالا یه اصطلاح علمی هست به اسم allostatic load که به معنی در واقع به فرسودگی و ساییدگی بدن به دنبال تجربیات استرس ها در واقع اشاره میکنه. حالا من یه سری مطالبی رو اینجا تهیه کردم که
در واقع مطالبی هست که علمی هست، ولی میخوام چون بتونم براتون کامل توضیح بدم و چیزی از قرار نیفته، اینجا به این متنی که تهیه کردم برمیگردم برای خیلی قسمت ها رو گفتن و بعدش تمرین رو انجام میدیم. فقط میخوام که دقت کنیم به این مسائل عزیزان. که همطور که گفتم این اصطلاح علمی آلوستاتیک لود هست، یعنی فرسودگی و ساییدگی بدن در اثر قرار گرفتن مزمن و طولانی مدت در معرض استرس که این لود یا بار به تدریج در بدن انباشته میشه. در واقع حالا این یعنی بدن این در واقع تاثیراتی که به دنبال استرس در بدن، این معنی حالا یک بار یه چیز فیزیکی نیست که در بدن انباشته میشه، که الان اینو توضیح میدم، که در نتیجه این به این مفهومه که اولین بارم این در سال 1993 مطرح شد و به این مفهومه که بار یعنی این استرسی که ما تجربه میکنیم به دنبال در واقع اتفاقهایی که تروماتیک، استرس های محیطی و تجربیاتی که داریم، این میتونه بر سیستم های زیستی بدن مثل سیستم قلب و عروقی، متابولیک و ایمنی بدن تاثیراتی رو بذاره که به دنبال نتیجه تلاش‌های مداوم بدن برای سازگاری با فشارها و نیازهای زندگی. بدن اثرات استرس رو هم در سطح سلولی و هم در سطح اندام‌ها ذخیره میکنه و این اثرات اغلب به صورت تغییرات بلند مدت جسمی، روانی و فیزیولوژیک بروز میکنن که به اون بار آلوستاتیک گفته میشه. حالا استرس مثل یه شیء فیزیکی در بدن ذخیره نمیشه، بلکه اندام‌ها و بافت‌های بدن تحت تاثیر استرس مزمن میتونن تغییر کنن، که این به دلیل افزایش مدام کورتیزول، که من چقدر راجع به این موضوع صحبت کردم که میتونه چه تأثیری بر بدن ما بذاره استرس، که این حالا میگیم بدن انباشته میکنه استرس رو به این شکل، یعنی وقتی که ما تحت تاثیر استرس مزمن هستیم، به دنبالش ما در واقع افزایش مدام کورتیزول در بدن داریم، یا تنش طولانی مدت عضلات داریم، التهاب مزمن در بدن داریم، تغییر در عملکرد سلول ها اتفاق میفته، تغییر در عملکرد مغز اتفاق میفته، تغییر در عملکرد ژن ها اتفاق میفته، تغییراتی که میتونن به بیماری های مثل بیماری های قلبی، دیابت و کنسر و بیماری های اتومیون و بیماری های مزمن مختلف منجر بشن. حالا چطور اندام ها و سلول های ما استرس رو نگه میدارن؟ در سطح سلولی در واقع به این شکل هست که سلول ها نوعی حافظه از آسیب های گذشته ما، انتخاب های نادرست ما، عوامل استرس های محیطی ثبت میکنن که واکنش های آینده اون سلول ها رو، عملکرده های آینده شون رو تغییر میده. استرس مزمن میتونه با کوتاه کردن تلومرها که کلاهک های محافظ انتهای کروموزوم ها هستند روند پیری رو تسریع کنند. یعنی چی روند پیری رو تسریع کنند؟ یعنی روند زوال بدن رو تسریع کنند. وقتی که تلومرها که همونطور گفتم کلاهک های محافظ انتهای کروموزوم ها هستند کوتاه بشن. در نتیجه توان تقسیم سلول ها کاهش پیدا میکنه و حتی منجر به مرگ سلولی میشه. حالا استرس چطور بر سیستم اسکلتی عضلانی ما تاثیر میذاره؟ خب الان خانمی گفتم ما الان استرس جنگ داریم، چطور رها باشیم؟ خب عزیزان ببینید، من الان هدفم، چون این روزهای پر استرس رو داریم تجربه میکنیم، هدفم از این لایو اینه که بیام و راجع به همین مسائل توضیح بدم و به دنبالش همونطور که گفتم قرار با هم تمرینی انجام بدیم که میتونه، حالا میگم چطور، که میتونه این در واقع تاثیر استرس روی بدن رو بسیار به شکل چشمگیری، حالا حس میکنیدش، باید کم بکنه. میخوام همراه باشید و اول این توضیحاتو بدم که بدونید این تجمع استرس در بدن مبنای علمی داره و بعد بتونیم تمریناتش رو انجام بدیم.
چطور حالا استرس میتونه رو سیستم اسکلتی عضلانی بدن ما تاثیر بذاره؟ به دنبال تنش مزمن ناشی از استرس، یعنی تنش مزمن ناشی از استرس باعث میشه عضلات در حالت هشدار دائمی باقی بمونن و این وضعیت میتونه به دردهای مزمن، کوفتگی ها و از جمله دردهای مثل میگرن منجر بشه. سیستم قلبی و عروقی ما، استرس طولانی مدت با بالا نگه داشتن سطح کورتیزول باعث افزایش فشار خون، بالا رفتن ضربان قلب و التهاب میشه. سیستم گوارش ما، حالا حتی خیلی وقتها این تاثیرات حالا میگیم ما مزمنه ولی حادم هست. مثلا وقتی شما یه دفعه یک دچار استرسی میشید، همون موقع معدتون میتونه به هم بریزه، دستگاه گوارشتون به هم بریزه، همون موقع شروع میکنید سردرد حس میکنید. یعنی اینا حتی میتونه حاد باشه ولی وقتی ادامه دار میشه استرس، اینا در واقع میتونه باعث بیماری های رشد انواع اقسام بیماری ها بشه. سیستم گوارشی، روده که دارای میلیون ها نورون یا سلول عصبی هست تحت تاثیر استرس دچار تغییر در تعادل باکتری ها و عملکرد خود میشه و این امر میتونه به التهاب و اختلالات گوارشی بیانجامه. مغز و سیستم عصبی، استرس مدام میتونه ساختار و عملکرد مغز رو تغییر بده و بر حافظه، تمرکز و تنظیم هیجانی اثر بذاره که این تاثیر استرس بر عملکرد مغز و شکل مغز رو دکتر دانیل امن که یکی از معروف‌ترین روانپزشک‌ها در آمریکا هستن، اینو دیگه به شکل‌های مختلف با اسکنایی که هزاران شاید میلیون‌ها اسکنی که انجام داده در طی این سال‌ها که روی این مسئله داره کار کرده، تحقیق کرده که چطور استرس میتونه ساختار مغز رو تغییر بده. اینو در بسیار از کاراش میبینیم. کتاب Change Your Brain Change Your Life که مادر منم این کتاب رو ترجمه کرده و راجع به این کتابش بارها توی حالا پیجش، هم پیج تلگرام هم اینستاگرامش راجع به این کتاب صحبت میکنه که من اینو براتون میذارم پیجش رو که اگه بخواید راجع به این کتاب که چجور بتونید به صورت حالا توضیحات که تو این کتاب مادرم در واقع این کتاب رو بیشتر باز کرده، توضیحاتش رو میتونید از اون استفاده کنید و اینا همه در واقع تاثیرات استرس میتونه چجور عمل کرده انواع اقسام ارگان‌های بدن از جمله مغز رو تحت تاثیر قرار بده. و حالا خیلی جالب اینه که ما اینو در واقع تو خیلی از تمرین مایندفولنس من راجع به این موضوع صحبت کردم که بدن حتی ممکنه خیلی وقتها یک استرسی رو الان در حال حاضر تجربه نکنه ولی یادآوری یک خاطره، یک تراما که قبلا اتفاق افتاده میتونه در بدن همون تغییرات رو ایجاد کنه. یعنی شما وقتی برمیگردید یک خاطره تراما رو مرور میکنید تو ذهنتون مرور میکنید، یعنی چی؟ یعنی به اون خاطره توجه میکنید و دوباره انرژی و تمرکزتون رو میذارید اون خاطره، در ذهنتون اون خاطره رو دوباره زندگی میکنید و بدن دوباره احساس میکنه، دوباره دچار اون اضطراب و اون حالتهای منفی اون تراما میشه و دوباره هورمون‌های استرس ترشح میشن و بدن دوباره همون عکس العمل رو نشون میده. حتی خیلی وقتها لازم نیست ما آگاهانه یک ترامایی رو بهش فکر کنیم و این اون تغییرات در بدن ایجاد بشه. خیلی وقتا وقتی ما از اون آسیب و تراما عبور نکرده باشیم میگیم هی من استرس مزمن دارم، هم نمیدونم استرس من کجا داره میاد. این نمیدونم یعنی چی؟ یعنی اون خاطره اون تراما رها نشده و ما همش دوباره در ناخودآگاه اون در ما داره استرس ایجاد میکنه. استرس مزمن باعث بالا موندن سطح مدام کورتیزول در خون و بافت‌ها میشه که به سیستم‌های مختلف بدن آسیب میزنه. در مجموع اگرچه استرس در یک اندام مشخص مثل انبار ذخیره نمیشه، اما باعث تغییرات عملکردی در اندام‌ها و سلول‌ها میشه که میتونه اثراتی ماندگار، فراگیر و گاهی بلند مدت بر سلامت جسمی داشته باشه. خب عزیزان، من فقط میخواستم یک تاکید کنم از لحاظ علمی که استرس میتونه با شما چیکار بکنه که ما بتونیم این وقت شما درک، همیشه وقتی ما یه چیز رو خوب بهتر بفهمیم بیشتر احساس مسئولیت میکنیم راجع به این که یک کاری براش بکنیم.
حالا من میخوام برگردم به اینجا که ما چیکار میتونیم بکنیم. حالا تمرین ما امروز در حالت مدیتیشن انجام میشه، ولی من میخوام یک توضیحی باز قبل از تمرینمون بهتون بدم. ما وقتی که حالا هر ترامایی رو در زندگی پشت سر گذاشته باشیم، هر نوع استرسی رو پشت سر گذاشته باشیم، این خب میبینیم که در بدن ما دچار یه سری اختلال ها کرده، یک سری آسیب هایی به ما زده. ولی ما وقتی در این لحظه و اکنون، وقتی که حالا توجه هم رو برای یک دقایق ممتد به یک عضو خاص از بدن بیارم و بهش توجه کنم و با توجه هم بهش در این لحظه و اکنون بهش آرامش بدم، اون عضو میبینیم که جریان انرژی توش تغییر میکنه و اونو ما حس میکنیم. یعنی چی میشه؟ یعنی اون عضو یا اون سلول که هوش خودش رو داره، بدن هوش خودش رو داره، سلول ها هوش مخصوص خودشون رو دارن، وقتی که ما آگاهی و توجه ما در این لحظه برای یک دقایق ممتدی میاد به اون سلول، به اون سلول ها، به اون عضو، احساس میکنه حمایت شده، احساس میکنه داره بهش توجه میشه، احساس میکنه داره عشق میگیره و ما میتونیم اون لحظه ازش بخوایم که در امان باشه و اون استرس هاشو آزاد کنه، اون تنشن ها، تنش ها رو آزاد کنه. و در واقع ما میخوایم ازش که ما در واقع اینجا نمیخوایم هیچ اتفاق بد، تراما، هیچ کدوم از اینا رو انکار نمی کنیم، نمیگیم که اینا وجود نداشته، ولی ما اجازه میدیم با آگاهیمون که از حالا تو در این لحظه لازم نیست بار اون استرس رو دیگه حملش کنی. در این لحظه من اجازه میدم اون تنشی که تو نگه داشتی برای ماها، سالها، در این لحظه امن هستی، من توجهم به تو هست، من عشقمو دارم به تو میدم، تو اجازه هستی، من در حمایت من هستی، تو اینو رها کنی. و میبینید که چطور جریان انرژی در اون عضو تغییر میکنه. حالا من یه سری چیزها رو واقعا، چون من خودم دندان پزشک هستم، یه آدمی هستم که زندگیم همیشه در یک محیط علمی بوده و خیلی وقتها برام این که چطور چیزایی که لحاظ علمی اثبات شده همیشه کنجکاو هستم که برای سلامت ما میتونه کمک کنه چیا هست و چطور میتونیم ازشون استفاده کنیم. در عین حال آدمی هستم که خیلی هم به شهود و اینتویشنم همیشه توجه میکنم که ببینم این چی میگه و چطور من با شهود، چون اون کسی که در واقع خود من، اون بودن من بیشتر از هر کسی منو میشناسه و میدونه چی میتونه به من کمک کنه، بیشتر از یعنی این اطلاعات علمی، این آموزهای علمی رو ما استفاده میکنیم، ولی من همیشه برمیگردم به اون شهود و اینتویشنم و ببینم که واقعا چی حس میکنم که میتونه به من کمک کنه. و میتونم بگم یک آدمی، در این حال که آدمی هستم که علاوه علمی خیلی به مسائل علمی توجه میکنم، ولی آدم شهودی هم هستم. و حتی به یه سری خوابهایم که در واقع میبینم تو مسیر شفا، چیزی که برام مهمه، خیلی توجه میکنم. خوابهایی که میدونم خوابهایی هستن که انرژی متفاوتی دارن. اصلا وقتی آدم اون خوابا رو میبینه، که احتمالا شما اگه افرادی باشید که یک سری خوابایی حالا میبینید که میدونید انرژیش تغییر میکنه، پیامی برای ما داره. که یک چند وقت پیش بود که یک خوابی دیدم و البته به دنبال اون من تصمیم گرفتم که این تو ذهنم بود که حتما این لایف رو بذارم و این تمرین رو انجام بدیم. که خوابی دیدم که پیش یک خانومی رفتم که خانم میان سالی هم هست و این خانم هیلر هست، یعنی فردی هست که کار هیلینگ انجام میده و بسیار بهش اعتماد داشتم. حتی شاید چهرهش رو خیلی واضح یادم نیست، ولی تو خواب میدم که موهای فر خیلی بلندی داشت و من رفتم پیشش که تو هیلینگ بهم کمک کنه. و توی خواب دیدم که این خانم از من خواست که دراز بکشم و در واقع با اون حالا اون کاری که روی من انجام میداد
اون استرس ها رو دونه دونه به من میگفتش که تو در بدنت استرس انباشته میکنی و من کمک میکنم که دونه دونه این استرس ها رو از بدنت رها کنی و به دنبال این رها کردن این استرس ها بدنم حالت این تنش، حتی توی خواب اون حالت لرزش رو حس میکرد که از وقتی که اینها رها میشد از بدنم. و بعد که من بیدار شدم دیدم واقعا این بسیار مهمه که ما، یعنی انگار که فراموش کرده بودم که باز ما چقدر ما میتونیم این استرس ها رو در بدن ذخیره کنیم. و بعد شروع کردم مدیتیشن هایی کردم که با توجه به بدنم، اون ارگان ها و سلول هام دونه دونه این استرس ها رو از بدنم رها کنم و در زمان هایی از این تمرین احساس میکردم بدنم اون حالت لرزش رو داره حس میکنه وقتی که این استرس ها داره رها میشه، این تنش ها. و همون اتفاقی که توی خواب برام افتاد همون اتفاق داشت میافتاد و ما میتونیم این کار رو با خودمون انجام بدیم. و من امروز میخوام ازتون این تمرین رو با هم انجام بدیم که بسیار کمک کننده و بسیار شفا بخش است. حالا من در عین حال یک موضوعی هم مطلبی هم خوندم چند وقت پیش که چرا انسان تراما ها رو بر خودش نگه میداره اما حیوان ها مثلا میان و یک در واقع یک حالا گرگی، یک شیری، پلنگی میاد یک آهوی رو دنبال میکنه، اون در واقع دچار یک ترامای خیلی زیادی میشه اون لحظه دیگه، حتی شاید به چنگش بیفته ولی بعد رها میشه و میره، دچار یکی از استرس فولترین شاید لحظات زندگیش میشه. ولی وقتی که از اون صحنه جدا میشه و در جای امن قرار میگیره، یک خودشو میچکونه، شیک میکنه، اون استرس رو رها میکنه و نگه نمیداره تو بدنش. و حیوان‌ها یک عملکردهای به صورت طبیعی و ذاتی دارن که اون استرس ها رو رها میکنن و نگه نمیدارن از بدنش به صورت فیزیکی، با اون شیک، با اون لرزش، با اون در واقع کاری که انجام میده میتکونه در واقع اون استرس ها بدنش و بعد برمیگرده به زندگی طبیعیش. ولی ما انسان ها کمتر وقتی که دچار استرس میشیم انگار راهی رو بلد نیستیم یا انجام نمیدیم که اون استرس ها رو جدا رها کنیم از بدن. و تمرین های مثل این تمرینی که امروز انجام میدیم این بسیار کمک میکنه که ما در واقع آگاهانه از آگاهیمون که بسیار میتونه به ما کمک کنه وقتی در لحظه حال باشیم و اراده کنیم که توجهمون رو کجا بذاریم و چه کاری انجام بشه، میتونیم به خودمون در رها کردن این استرس ها و تنش ها کمک کنیم. برای همین من این تمرین رو اومدم امروز میخوام باتون انجام بدم و ازتون میخوام که اعتماد کنید به این تمرین و ببینید که چجور انرژی بدنتون تغییر میکنه. برای این تمرین حالت مدیتیشن انجام میدیم، به صورت مدیتیشن، ولی میخوام که دراز بکشید و این مدیتیشن رو حتما به حالت دراز کشیده انجام بدید. این لایف سیف میشه و این لایف سیف میشه. کاظمیان فکر کنم عزیزم، بله yes, could you please share this post with me later. حتما عزیزم، حتما. از دوستان خوبم هستن از سیاتل که اونجا من کلاس های یوگا میذاشتم، تشریف می آوردین و حتما خب از این حتما لایف سیف میشه و در یوتیوب و کانال تلگرام هم میذارم. این تمرین برای چه وقتهای مناسبه؟ هر وقت که شما یک زمانی دارید که احساس میکنید آرامش دارید، بنزه کافی که بشینید یک نیم ساعتی رو به این تمرین اختصاص بدید، یه 20 دقیقه رو به این تمرین اختصاص بدید. هی مدام دنبال نیست که برید و کار بعد اینو زود تموم کنید. این چیزی نیست که بخواید شما بودو اینو بکنم خب حالا انجام بدم فکر همین باشه که برم دنبال کار دیگه. شما به این شکل نمیخواید این تمرین رو انجام بدید. شما باید کاملا بدون اینکه تلاشی برای رفتن به کار بعد، انجام کار بعد، یک وظیفه دیگه، نمیدونم دنبال یک کار بعد باشید، اینو با آرامش در لحظه حال بشینید و تمام توجهتون رو بیارید به این تمرین انجام بدید. و اینکه حالا
مخصوصا حالا شاید اول صبح باشه یا شب باشه، ولی میخوام خوابالو نباشید، چون وقتی که آرامشی که بدن میگیره، چون حالت دراز کشیدم هستید، احتمال اینکه خوابتون بگیره زیاده. حالت خیلی خوابالو نباشید وقتی این تمرین رو انجام میدید، یعنی احساس نکنید خیلی خوابتون میاد حالا برم من این تمرین رو انجام بدم، چون خیلی سریع خوابتون میگیره و باز اون کاری که باید انجام نمیشه. خب عزیزان، میخوام که حالا برید و دراز بکشید، هر جای خلوت و آروم که این تمرین رو با هم انجام بدیم. یک دقیقه فرصت میدم که جاگیر بشید و جای مناسب قرار بگیرید، دراز بکشید عزیزان. خب عزیزان، میخوام که توی وضعیت راحت دراز بکشید، توی اتاق خلوت، سکوت و بدنتون کاملا در یک وضعیت راحتی قرار بگیره. میخوام که یک چند تا اول نفس عمیق بکشید و میخوام آگاه باشید. حالا که داریم شروع میکنیم، قبلش اینم بگم که شما وقتی که این تمرین رو انجام میدید، یک جاهایی هی احتیاج دارید که نفسهای عمیق بکشید، هی احتیاج دارید که نفسهای عمیق بکشید و اجازه بدید این نفسهای عمیق هر جا که لازم اتفاق بیفته، چون اونجاست که داره این تنش ها همراه با نفس شما از اون بافت، عضو و سلول داره رها میشه و هر جا که در طول این تمرین احتیاج دارید نفسهای عمیق بکشید و اونجاست که اجازه میدید این تنش ها رها بشن. حالا میخوام همینطور که دراز کشیدید بدنتون رو کامل ریلکس کنید و 3 تا نفس عمیق بکشید و با بازدم بدنتون رو، ماهیچه هاش رو اجازه بدید که ریلکس بشه. نفس میکشیم و شروع میکنیم اول عضلات بدن رو کلن ریلکس کردن. از پلک هامون شروع میکنیم. پلکامون رو ریلکس میکنیم. پیشونیمون رو ریلکس میکنیم. عضلات فکمون رو با هر بازدم ریلکس میکنیم. نفسهای طبیعی و آرام میکشیم و شونه هامون رو ریلکس میکنیم. نفسهای طبیعی و آرام میکشیم و دست ها و پاهامونم ریلکس و در یک وضعیت راحتی قرار میگیرن. حالا میخوام توجهتون رو در این لحظه، شما میتونید اراده کنید که توجهتون در هر لحظه کجا باشه. میخوام اراده کنید که توجهتون رو در این لحظه بیارید روی مغزتون، و به سلول های مغزتون توجه کنید.
ببینید که این مغزتون خیلی وقتها شما تمام اون خاطراتی که اتفاقهایی که تروماهایی که درد کشیدید همه اونها رو همراه شما حس کرده، سلولهاش حس کردن و درد کشیدن. همه اون دردهایی که شما تجربه کردید، آسیبها، سلولهای مغزتون، این عضو با ارزش شما با شما درد کشیده، اون تنش ها رو نگه داشته، اون خاطرات رو، دردش رو نگه داشته. شما میخواین در این لحظه توجه کاملتون رو به سلول های مغزتون بدید و اجازه بدید که بهشون بگید که شما کاملا مراقب و محافظ این سلول ها هستید. آگاهی شما در این لحظه داره این سلول ها رو حمایت و حفاظت میکنه. که آگاهی شما در این لحظه داره به این سلول ها عشق میده که شما دارید به سلول های مغزتون میگید درسته که تراما و همه اینها رو پشت سر گذاشته، ولی الان در این لحظه اجازه دارن این سلول ها که این تنش ها رو رها کنن و سلول های مغزتون رو تصور کنید که دونه دونه دارن ریلکس میشن و این درد و تنش ها رو دیگه با اجازه شما دارن رها میکنن و اینها دارن ریلکس میشن، آزاد میشن از اون گرفتگی، از اون درد که حتی اگه تراما بوده در این لحظه با اجازه شما دیگه لازم نیست دردش رو با خودشون حمل کنن. و حس میکنید که این سلول ها دارن دونه دونه این درد و تنش رو رها میکنن و اون انرژی باز شدن، آزاد شدن و آرامشی که کم کم در فضای سلول های مغزتون، در بین سلول ها داره ایجاد میشه، اون رو حس کنید. بعد از اینکه این سلول ها دارن کم کم اون تنش ها رو رها میکنن. اگر لازم دارید که چند تا نفس عمیق بکشید که این تنش های آزاد شده را از بدن بیرون کنید، نفس های عمیقتون رو بکشید که با هر نفس این تنش هایی که سلول ها آزاد کردن رو بتونید رها کنید. مغزتون، سرتون کم کم یک آزاد شدن و یک آرامش خاصی درش حس میشه. زمانی که اراده شما، آگاهی شما در اون عضو حضور داشته باشه و بهشون عشق بده و اجازه بده که اون تنشن ها و تنش ها رو دیگه سلول های بیگناه و معصومتون حمل نکنن.
توجهتون رو بیارید به چشم هاتون. تمام اون آسیب هایی که مشاهده کردید در طول زندگی، اون بر سلول های چشم هاتون اثر گذاشته. اینها به معنی فراموش کردن نیست، ولی شما آگاهیتون رو میارید و حس میکنید دردی که سلول های بدنتون، سلول های چشمتون کشیدن، از این رنج، چیزهایی که دیدن و تجربه کردن، و بهشون در این لحظه میگید که من اینجام که شما سلول ها رو در آغوش بگیرم، حمایتتون کنم، بهتون عشق بدم و هرچه رنجی که میبینید، دیدید، لازم نیست که این درد رو حمل کنید و من اجازه دارید و شما اجازه دارید که این رنج و درد رو، این تنش رو رها کنید و ببینید که چطور سلول های چشمتون آرام میشن و با اجازه شما این تنش ها رو رها میکنن. همینطور گوش هاتون چیزهایی شنیدید که در شما درد ایجاد کرده. شما اجازه میدید که این سلول های گوشتون این دردها رو آزاد کنن و لازم نیست دیگه حملشون کنن. این درد و بدن معصوم شما لازم نیست به دوش بکشه. میتونه با اجازه شما دردها رو رها کنه. عضلات فکتون، خیلی وقتها تنشی که اینجا نگه میدارید تو این عضلات، اجازه میدید که این تنش ها رها بشه. سلول هاتون اجازه دارن که با حضور آگاهی شما در این عضو از بدن، توجه و عشقی که از شما میگیرن در این عضو از بدن، این تنش ها رو رها کنن و این آرامشی که به سر و صورتتون میاد به دنبال رها کردن تنش ها حس کنید. و اگر لازمه چند تا نفس عمیق بکشید که با بازدم های عمیق این تنش ها رو رها کنید. این نفس های عمیق رو بکشید. حالا میخوام توجهتون رو بیارید به گلوتون. جایی که خیلی وقتها شاید با حرفهایی که زدید آسیب زدید و این انرژی منفی توی سلول ها تاثیر گذاشته، یا شاید حرفهایی رو میخواستید بزنید که نزدید و این حرف نزدن این سلول ها رو بهشون آسیب زده. میخوام که توجهتون رو بیارید به سلول های گلوتون و در این لحظه بدونید، بهشون بگید که شما اینها رو در آغوش گرفتید، مراقبشون هستید، حمایتشون میکنید، بهشون عشق میدید و اجازه میدید که این تنش ها رو از سلول های گلوتون رها کنید و برشون گردونید اونها رو به نقطه خنثی، به نقطه
دوباره متولد شدن که در این لحظه وقتی شما اجازه بدید اینها دوباره سلول های شما میتونن از نو متولد بشن، اون تراما ها رو آزاد کنن، اون تنش ها رو آزاد کنن، حملش نکنن و از امروز یه مسیر جدیدی رو شروع کنن. اگر لازمه چند نفس عمیق بکشید تا این تراماها رو از سلول هاتون رها کنید. چند نفس عمیق بکشید و این تنش ها، تراماهایی که سالها شاید توی سلول های گلوتون نگه داشتید با بازدم رها کنید با چند نفس عمیق. میخوام توجهتون رو بیارید حالا به ریه هاتون، شش هاتون، که خیلی جاها شما با اون نفس هایی که به دنبال غم و درد حبس کردین، چطور این سلول ها اون درد رو نگه داشتن. وقتی که غمگین بودید، وقتی که ترسیدید، وقتی که بهتون ظلم شد، نفس هایی که در سینه حبس کردید، اون سلول های شما اینا رو نگه داشتن و هیچ وقت فرصت نکردن این درد رو رها کنن و شما یک نفس عمیق میکشید از عمق سینه‌تون، عمق ریه‌هاتون و اجازه میدید با بازدم به این سلول ها اجازه میدید که این تنش ها رو اجازه دارن که رها کنن و نگه ندارن، که امروز در این لحظه میتونن دوباره متولد بشن و لازم نیست گذشته رو بر دوش خودشون حمل کنن، سنگینی گذشته رو. و شما با این رها شدن از بند تراماها و آسیبها کمک میکنید به تولد یک انسان جدید با یک انرژی جدید، با یک توانایی جدید که میتونه دنیای متفاوتی خلق کنه. میخوام با چند تا بازدم این تنش ها و تراماهایی که در سینه نگه داشتید رو رها کنید. توجهتون رو بیارید به قلبتون، قلبی که با هر اتفاق بد، با هر تراما، با هر آسیب، با هر خبر بد این سلولهاش درد کشیدن و این درد رو نگه داشتن. میخوام توجه کنید به قلبتون، آگاهیتون رو بیارید به قلبتون، به سلولهای قلبتون و بهشون بگید که چقدر میدونید که اینا رنج کشیدن، چقدر ازش آگاهید و بهشون بگید شما اینجا هستید که در این لحظه مراقب این سلول های قلبتون باشید. توجه شما در این لحظه به این سلول هاست. میخواید بگید که تنها نیستن و شما در آغوششون میخواید بگیرید و میخواید اجازه بدید که بهشون بگید که اجازه دارن که
این تنش ها و درد هایی که نگه داشتن رها کنن و به دنبال این رها شدن. دونه دونه این سلول ها رو حس کنید که در قلبتون دارن این تنش ها رو رها میکنن. این تنش ها رو دارن رها میکنن. این سنگینی ها رو دارن رها میکنن. و اینو حس کنید که چجور دارن این سلول ها با اجازه شما دردها و تنش هاشون رو رها میکنن و میفهمن که دیگه لازم نیست این درد رو در خودشون نگه دارن و این فقط یک اجازه از سمت آگاهی شما میخواد بدنتون که سلامت و آرامشش رو به دست بیاره. اگر لازمه چند نفس عمیق بکشید که این تنش ها رو رها کنید، این کار رو انجام بدید. چند نفس بکشید و این تنش هایی که سلول ها آزاد کردن رو رها کنید. بدنتون داره این انرژی آرامش و شفا داره بهش برمیگرده با توجهی که شما به تک تک این اعضا و سلول ها دارید میارید. عضو مهم بعدی معدتون، جایی که بارها و بارها تیر این انرژی های منفی، احساسات سنگین بهش خورده و آسیب دیده و این تنش ها رو نگه داشته. معدتون، حتی میتونید دستتون رو بذارید رو معدتون و به سلول هاش بگید که امروز در این لحظه شما در کنارشون هستید، آگاه هستید از دردی که نگه داشتن و میخواید بهشون بگید که اجازه دارن این درد، رنج و تنش ها رو رها کنن و این انرژی رو حس کنید که این سلول ها دارن این با اجازه شما این تنش ها رو رها میکنن. این درد رو که نگه داشتن برای سالها رها میکنن و میان به نقطه تولد، نقطه خنثی، نقطه تولد دوباره. میتونید حالا دستتون رو بذارید رو شکمتون و این شکم، روده ها، جایی که باز هم جایی که خیلی از تنش های ما اینجا نگه داشته میشه با سلول های روده هامون و میخوام در این لحظه توجه و آگاهیتون رو بیارید به شکمتون و بهش بگید لازم نیست این همه تنش رو تو ذخیره کنید، این همه تنش ها رو نگه داره تو خودش و اجازه بدین که سلولهاش بهش بگین که اجازه دارن این تنش ها رو، این درد هایی که نگه داشتن، این استرس ها رو با آگاهی شما دونه دونه سلول ها اینو رها کنن و ببینید که با این رها کردن چطور شکمتون گرم میشه. این گرمای نشونه جریان انرژی
شفا بخشه. بذارید که این آگاهی شما با تمرکزی که روی هر عضو و سلول داریم شفا رو در بدن شما آغاز کنه، که وقتی شما توجه کنید به این بدنتون اجازه پیدا میکنه که خودش رو بازسازی کنه، رها کنه استرس ها رو. میخوام حالا تمام بدن رو بهش توجه کنید که چطور این انرژی آرامش و شفا داره تقویت میشه، چجور توجه و آگاهی شما در این لحظه کمک کرده که این استرس ها و تنش ها از دونه دونه سلول های شما آزاد بشن و رها بشن. و شما لازم نیست اگر ترومایی تجربه کردید اون درد و رنجش رو در سلول هاتون حمل کنید و شما میتونید هر روز و هر لحظه فقط با دقایقی توجه این استرس ها و تروما ها رو از سلول هاتون آزاد کنید. میخوام که چند تا نفس عمیق بکشید و با بازدم تمام این تنش هایی که رها کردید از اعضاتون با نفس اینا رو اجازه بدید که آزاد بشن. چند نفس عمیق میکشید. دم و بازدم. اجازه بدید که این تنش ها با بازدم های عمیقتون رها بشن. بازدمتون میتونه با دهان و بینی باشه. نفس عمیق و بازدم با دهان و بینی. بذارید که این تنش ها رها بشن از سلول هاتون. بدنتون آرام و آرامتر میشه و شما میتونید هر روز این کار رو انجام بدید، برای اینکه ما زندگیمون هر روز دچار استرس هایی میشه، دچار استرس هایی میشیم با اتفاقاتی که میفته در محیطی که هستیم و لازمه مثل حمامی که میریم که پاک کنیم آلودگی ها رو، با تمرین های این به این شکل به این روش های مشابه استرس ها رو از سلول ها و اعضامون هم پاک کنیم، این آلودگی ها رو. و یک کار یک بار فقط نیست و یک تمرین مداوم و روزمره است. عزیزان، هر وقت که حالا آماده بودید میتونید بدنتون رو کمی تکون بدید، دست ها پاهاتون رو کم کم از اون فضای اتاقی که درش هستید آگاه بشید. میتونید هر وقت آماده بودید چشماتون رو باز کنید و هر وقت آماده بودید از حالت مدیتیشن بیرون بیاید. عزیزان، میخوام
بنویسید عزیزانی که اینجا اینو انجام دادید، تمرینو تغییری حس میکنید، چه تغییری حس میکنید اینجا برام بنویسید، یا در کامنت ها این لایف پست میشه، سیو میشه، در کامنت ها بنویسید که تاثیرش چطور بود بر شما. در تلگرام میذارم، در یوتیوب میذارم و میتونید استفاده کنید هر بار که لازمه که این تمرین رو انجام بدید. عزیزان، در این روزهای سخت مهمه که ما از خودمون مراقبت بکنیم. بیمار شدن خودمون هیچ تاثیر مثبتی روی اوضاع نمیذاره. عزیزان، بعضیتون دارین بگین اون لرزش رو حس کردید. این دقیقاً وقتی که اونو استرس ها داره رها میشه، خیلی جالبه، بدن ما اون شروع میکنه اون هر جای بدن که اون استرس ها رها میشه، اون لرزش هم خیلی وقتا حس میکنه. ولی معنیش نیست که اگه شما لرزش حس نکردید این تمرین درست نبوده. نه، ممکنه با بازدم بدنتون داره فقط رها میکنه. سپیده جانم، چقدر خوشحالم که اینجا هستی و تمرین رو انجام دادی عزیزم. عزیزم لیدا جان میگن خارج شدن درد از معده و شکمم رو کامل حس کردم. نینا جان میگن مامانم همینجا بود و خواب رفته از آرامش، از صدات بوده. جون عزیزم نینا جان، خوشحالم که میگید خوب بوده. واقعا احساس آرامش در بدنم دارم. خوشحالم عزیزم. عزیز دلم نسرین جان، خوشحالم که مفید بوده نسرین جان. سحر جان عزیز، حس آرامش دارم عزیزم، خوشحالم. احساس ترس از بدنم خارج شد. ناهید جان، انرژی تازه در بدنم دارم. اینو شما هر روز لازمه انجام بدید و واقعا این چیز روزمره است. حداقل هفته چند بار که این انرژی های استرسی که در بدنتون انباشته شده رو رها کنید. مریم جان میگید گفتید در حمام هم میشه. من همچین حرفی نزدم عزیزم. میگم مثل همون جور حمام که میکنیم بدن رو میشوریم، اینجور تمرین ها برای پاکسازی انرژی ها در بدن لازمه و من ترجیح میدم اینو حالت دراز کشیده انجام بدید. روزا جان، من از فشار روحی فکر میکنم روحی فکم رو فشار میدادم، الان این تمرین بهتر شدم و تکرار خواهم کرد. مرسی از شما عزیز دلم. روزا جان خوشحالم. عزیزم دیانا جان، عشق منی تو هم عزیزم. عزیزان، مشاوره من خیلی پرسید، برای مشاوره خیلی محدود انجام میدم، ولی باز پیام بزنید و برام ایمیل بزنید و من ببینم که چطور فرصت میشه این کار رو انجام بدیم. عزیزای دلم، مژگان جان، سعی میکنم روزانه انجام بدم. آقای اصلانی، حتما همینطوری گفتم در تلگرام میذارم و در یوتیوب که بتونید استفاده کنید. عزیزان خیلی خوشحالم، مرسی از پیاماتون و خوشحالم که تاثیر داشته و اینا رو من خودم چون میدونم تاثیر داره با شما به اشتراک میذارم، وگرنه چیزی نیست که فقط در حد صحبت باشه و همونطور که دیدید اثر کرده روتون. عزیزان دل، گلوریای عزیزم که از کردستانم هستن، عزیز دلم، قلبم رو گرم کردید. عزیز دلم، خوشحالم که اینجا بودی. عزیز دلم، سپیده جان، میبوسم روی ماهتون رو. نسرین جان، برای مشاوره تو وبسایت میتونید برید، از اونجا میتونید مشاوره بفرستید، درخواست مشاوره. میبوسم روی ماهتون رو. امیدوارم که هر جا هستید مراقب خودتون باشید، مراقبت کنید از خودتون در این روزها که همونطور که گفتم بیمار شدنتون هیچ کمکی به اوضاع نمیکنه که بخواید فقط حالت مریضی بگیرید به خاطر این اتفاقات. میبوسمتون و به امید روزهای بهتر و آزادی ایران عزیزمون.